تیم قرمز و تیم حریف با اون شکلی که بازی میکنه، مهره‌های آبی هم تیم ما هم با همون شکلی که ما بازی میکنیم. حالا تو دست دروازه‌بانشون ما ببین منطقه دفاعیمون کجا شد؟ از کجا تا کجا؟ تو منطقه 1. این منطقه دفاعی هست. همونطور که می‌بینید تمام یارای ما اومدن تو این منطقه مستقر شدن. و اگه حریف رو ببینید، حریف تو این منطقه 5 نفره، در حالی که ما تو این منطقه 10 نفریم. به این دلیله که میگم اگه ما بیایم جلوی توپ اینجا پریم، راحت میتونیم نبض بازی رو دست بگیریم. حالا پاس میده دروازه‌بان به یارش. با پاس این، چون اینا از دور بازی میکنن، اقدام بعدی چیه؟ دفاع کنارهای ما و دروازه‌بان ما. ببین شما باید جمع‌تر بازی کنید که اگه این بلند بازی کرد ما اونجا مشکلی نخوریم. حالا اون میبینه نمیتونه، با کناری بازی میکنه و کناری وارد منطقه دفاعی شد. وقتی وارد منطقه دفاعی میشه، حالا من میخوام هر کدوم از شماها فقط مهره خودتون رو نگاه کنید. یعنی با توجه به پستی که دارید، فقط خود فورواردامون پست 10 خداداد، جواد و رجبی، کیانوش و 4 تا دفاع. خودتون رو نگاه کنید الان رو توپ این کی باید بیاد؟ با توجه به شکل جاگیری اونا. ببین این فوروارد ما رو توپ این چون فرار کرد اینو من بس. حالا اگه شما نگاه کنید ما تو منطقه دفاعیمون هیچ قرمزی نیست که خالی باشه. یار نزدیک و خداداد گرفته، این یار وسط و جواد گرفته، اونا هم چون اضافه میشن یارامون گرفته، اون 10 اونا رو همونطور که ببینید فراد ربیخا بسته و رجبی هم یاری که اونجا لبه خط. حالا این 3 راه این برای بازی داره. یکی این که پاس بلند بده، یکی امکان داره بخواد کوتاه با این بازی کنه، یکی این که یه راه عجیب‌تر این که از اینجا یهو با اون مخالف، با اون یاری که خالیه بازی کنه. ما راه اولش رو ببینیم، ما اگه پاس بده Your battery is now fully charged. اینجا ما میتونیم که توپو صاحب بشیم و بعد از اینکه ما توپو صاحب شدیم حالا جاگیری ما باید چی باشیم؟ شما این پستو اینو و 11 ببینید جاگیری باید چجوری باشه. نگاه کن ببین که ما خالی کنیم که این یار ما که توپو گرفته میتونه الان هم با این بازی کنه، هم میتونه پاس بلند برای 11 بده، هم میتونه با هافبک اون بازی کنه. و تو مرحله بعد حالا این پاس کوتاه رو اگه بازی کرد، چون همه بستن ما احتمال اینکه این پاس کوتاه رو بگیریم هست. حالا وقتی این پاس کوتاه رو ما گرفتیم، برای اینکه ما بتونیم با مخالف بازی کنیم، اون فوروارد ما همیشه باید یه ذره بیاد عقب‌تر که اگه اون یه دفعه بازی کرد واسه اون سمت هم اون بتونه رو توپش بره. بعد ما اگه اینجا توپو موفق شدیم که بگیریم، حالا اقدامات بعدی ما برای ضد حمله چجوری باید باشه؟ ببین رجبی الان اونو ول کرد اومد جلو، فرهاد رفت اون یارو گرفت، جان ملکی اونو نصرتی این بر و اینم یار ما میاد میگیره. حرکت بدیم. ببین با یه بده بگیری بین جواد و خداداد این یارای ما تو موقعیت ضد حمله میرسن، یعنی بهشون این فرصت داده میشه که تو موقعیت ضد حمله برسن. بعد ما با یه پاس پشت اینا میتونیم از این موقعیت خوب بهره برداریم. و اون حالت سومی که گفتیم که اگه این پاس بده به سمت مخالف چجوری میشه، این الان پاس میده، متعاقب پاس این امکان داره قرمز تغییر حالت بده. ما تغییر حالت قرمز رو ببینیم، معمولا ما که بازیاشو نگاه کردیم اینطوری تغییر حالت میدن، یعنی این دو تا هافبکاش میاد به اینجا، هافبک راستش میره لبه خط که حریف رو باز کنه که اینا بتونن با این وسطی‌ها بازی کنن. حالا ما چجوری باید اینا رو بگیریم؟ این خط دفاع رو ببین قدم به قدم چجوری میرن. کی رفت رو توپ؟ رجبی. از این بعد محسن هم داره میره که دوتایی اون توپو تحت فشار میذارن. فراد یاره اون ور لبه خط رو گرفته، خداداد یاره نزدیک بود، جواد وسط بود، این ور کیانوش و اینجا دفاع. پس ما اینجا الان ببین ما 10 به 7یم، ما باید تو این بازی مسلط باشیم. حالا وقتی این توپو گرفتیم
باز چون میخوایم با مخالف بازی کنیم شرایط ضد حمله‌مون رو دقت کنید که این پست دوم حمید هدایتی چجوری باید بیاد تو حمله، همینطور آرش و خود محسن. بزن بیا ببین اون توپو گرفته پا به توپ میشه و تو این شرایط ما فرار میکنیم تو فضاهای پشت که از اینجا با یه ارسال پاس ما بتونیم استفاده کنیم. الان تو این شرایط هم که ما رفتیم تو ضد حمله، باز ببین تمام قرمزا یکی یه دونه باشون هست، یعنی ما هیچی رو دست اتفاق نمیدیم و تو دوباره برگشت بشه. ما این شرایطی که ما میخوایم تو این بازی به امید خدا برای کارمون داشته باشیم و شما ها ببینید بچه‌ها شما به این نکات به این کارا تیم وفادار باشید، هیچ نگران نباشید. خدا میدونه هم میبریم هم به امید خدا انشاءالله ما قهرمان بشیم انشاءالله. انشاءالله که توکل هممون به خداست و خداوند به ما کمک میکنه. خیلی ممنون، موفق باشید.